سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خوش اومدید. ما توی کانال ریتم آشپزی هر هفته یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه با پخت انواع غذاها و دسرهای ایرانی و خارجی در خدمتتون هستیم. امروز میخوام یک غذای فوق‌العاده خوشمزه و منحصر به فرد رو آموزش بدم. گیگاناف، خاگینه مخصوص تبریزی. حالا بریم سراغ مواد اولیه. آرد 6 قاشق غذاخوری، ماست 6 قاشق غذاخوری و همینطور تخم مرغ 5 عدد، بیکینگ پودر 1 قاشق غذاخوری، کره به میزان لازم، شکر 2 لیوان سرخالی، 2 لیوان آب سرخالی، زعفران دم کرده به میزان لازم، پودر گردو و دارچین برای تزیین. خب الان برای تهیه شیره خاگینه ابتدا 2 تا لیوان آب داشتیم سرخالی، داخل یه ظرف میریزیم و به همون اندازه هم شکر بهش اضافه میکنیم. دقت داشته باشید که اگه دوست داشتین شیرین تر بشه 2 تا لیوان کامل شکر و 2 تا لیوان کامل آب در واقع اضافه کنید که در واقع شهدتون مقدارش بیشتر هم باشه. حالا اینا رو خوب به هم میزنیم تا شکر داخل آب خیلی خوب حل بشه. و این منظور یه اجاق گاز میذاریم و خوب هم میزنیم تا کامل دونه های شکر داخل آب در واقع حل بشه و ما یک محلول یه دستی رو داشته باشیم. حالا بعد از اینکه یه مقدار هم زدیم و الان میبینید که کاملا محلولی دسته، من زعفرونم رو بهش اضافه میکنم. زعفرون هر چقدر بیشتر باشه ترکیبمون خیلی خوشاب و رنگتر میشه و بعد اون طعم و مزه‌ای هم که میخواد به در واقع خاگینمون بده خیلی بهتر خواهد بود. پس بهتره که ما در واقع موقع دم کردن زعفرون رو زیاد دم بکنیم. خب الان ما توی ظرف دیگه تخم مرغ‌هایی که داشتیم رو میشکنیم و همونطور که میبینید ما 5 تا تخم مرغ داشتیم. اینها رو میشکنیم و بعد قراره که بقیه مواد بهشون اضافه بشه. بچه ها ببینید تخم مرغ توی این ترکیب خیلی مهمه، به خاطر اینکه ماده‌ای هستش که مواد مختلف رو به هم میچسبونه و باید حتما تعدادش زیاد باشه، یعنی 5 تا تخم مرغی که اضافه میکنیم. اگه یک مقداری کمتر شما بخواین که بریزین ترکیبمون به اون خوبی و در واقع منسجمی در نمیاد. پس حتما رعایت کنین این ترکیبی رو که در واقع اون اندازه‌ای که من گفتم برای اینکه یک ترکیب خیلی مناسب و منسجمی داشته باشیم. الان من تخم مرغ‌ها رو با هم دیگه هم میزنم و میخوام یک مقدار هم بزنم تا یک نواخت بشه تا بعدم بقیه موادم رو بهش اضافه بکنم. خب الان دیگه وقتشه که ماست رو بهش اضافه کنیم. ماست 6 قاشق غذاخوری داشتیم، به ترکیب اضافه میکنیم و باز همچنان هم میزنیم تا این ترکیب دوباره حالت یک نواختری رو به خودش بگیره. بچه توجه داشته باشیم ما میتونستیم همه این مواد خاگینه رو توی کاسه بریزیم و یه جا در واقع هم بزنیم، ولی این کار باعث میشد که ترکیب زیاد یک نواخت خوب در نیاد. اینکه مرحله به مرحله و دونه دونه مواد رو اضافه میکنیم و هم میزنیم خیلی در کیفیت نهایی تأثیر گذاره. پس حتما سعی کنید که ترتیب رو رعایت کنید و خیلی خوب هم بزنید. الان ما بعد از اینکه یک مقداری در واقع ترکیبمون یک نواخت شد میریم سراغ بیکینگ پودر. بیکینگ پودر برای این ترکیب واقعا نیازه و خیلی در کیفیت نهایی و پف کردن خاگینه تاثیر داره. و بعدش ما آرد رو آروم آروم به این ترکیب اضافه میکنیم. اینجا مرحله مهمشه، باید آرد رو آروم آروم اضافه کرد تا ترکیب رو هی به صورت یک نواختری در آورد و دوباره
یک مقدار دیگه آرد اضافه کرد و همچنان هم میزنیم. برای خاگینه نیاز نیستش که شما از همزن برگی استفاده بکنین. بهتره که با قاشق یا چنگال در واقع موادتون رو هم بزنید، برای اینکه در کیفیت خاگینه تاثیر داره و باعث میشه که اگه از همزن برگی استفاده بکنید کیفیت در واقع اون خاگینتون کمتر میشه و زیاد جالب در نمیاد. پس من اینو مرحله به مرحله اضافه میکنم و همیش میزنم تا یه ترکیب یک نواختی رو داشته باشم و آماده بشه که بره روی اجاق گاز. ببینید زیاد نیاز نیستش که شما وقت صرف کنید برای هم زدنش. خاگینه خیلی سریع آماده میشه، یعنی موادش نیاز نیستش که شما مثلا یه مدت زیادی رو هم بزنید. در حد چند دقیقه باعث میشه که کامل یک نواخت بشه و الان بعد چند دقیقه شما میبینید کاملا آماده شده و حبوب‌های ریز رو سطحش میبینید. خب بچه ببینید ما شهدمون هم داره توی قابلمه میجوشه. دقت داشته باشین که این باید خوب غلیظ بشه. پس حالا فعلا باش کاری نداریم، میذاریم که بمونه و میریم سراغ درست کردن خاگینمون. توی تابه من یه مقدار کره رو برش میزنم و میندازم داخل تابه و میذارم روی اجاق گاز تا این کاملا ذوب بشه و در واقع داغ بشه و بعد ما باید موادمون رو داخلش بریزیم. این نکته‌ای که هستش بچه‌ها، شما میتونید از روغن مایه هم برای این ترکیب استفاده کنید، ولی 100% کره خیلی خوشمزه تر میشه. ما ترکیبمون رو بعد از داغ شدن به در واقع تابه اضافه میکنیم، یک مرتبه و یک جا میریزیم، خیلی مهمه و در واقع بعد مقدار باقی مونده رو روی خاگینه دوباره من همینطور که میبینید میریزم. خاگینه با کره واقعا طعمش خیلی خیلی متفاوت‌تر خواهد بود با روغن مایع. بچه‌ها ببینید ما میذاریم این بمونه یک مقدار خودش رو بگیره و الان نگاه کنید از این طرف هم شهدمون دیگه کاملا گل گل میزنه و غلظتش هم داره به حدی که ما میخوایم نزدیک میشه. فعلا میذاریم باز هم بجوشه و بعدا میریم باز هم سراغ خاگینم. خاگینه داره روش میبینید که حباب‌هایی رو میزنه، این یعنی که داره خیلی خوب در واقع پخته میشه. یک مقدار که خودش رو گرفت من کات میزنمش. کات زدن در این مرحله برای اینکه من با کره دارم درستش میکنم و نمیخوام اینو یک مرتبه برش گردونم و این یک مقدار سخت خواهد بود. برای همین میخوام برشش بزنم و بعد این کار رو انجام بدم. ولی یه موقعی هم هستش بچه شما میخواید اینو یه تیکه سروش کنین و نمیخواین که بورش بخوره، اون موقع بچه بهتره که از روغن مایع استفاده کنید که برگردوندنش در واقع خیلی آسون تره تا با کره. کره یک مقدار موقع برش زدن و برگردوندن اذیت میکنه، ولی خب طعمش واقعا فوق‌العاده است. یعنی خاگینه تبریزی و گیگاناق تبریزی به کرشه که مشهوره. واقعا طعمش رو فوق‌العاده منحصر به فرد میکنه. خب بچه ببینید من این برش هایی که انداختم رو توجه کنید، خیلی آروم آروم دوباره ادامه میدم تا این مواد نرم یک مقدار سفتر بشن و آگینه خودش رو یک مقداری بگیره و آماده بشه. الان ببینید کاملا خودش رو گرفته و از اطراف هم دقت کنید کم کم داره سرخ میشه و آماده میشه برای برگردوندن. ما میتونیم تست کنیم و یک مقدار نگاه کنیم ببینیم آیا حالا مثلا به اون حدی که ما میخواستیم رسیده یا نه. من کفکی رو برداشتم و میبینم الان وقتشه که برگردونم. بله کاملا، یعنی من این رنگش رو میپسندم و کاملا رنگش عالی و محشر شده، به نظر من خوبه. الان خاگینه بعدی، بله بله کاملا طلایی و خوبه، چون یه مقدار دیگه از این حد بیشتر بشه حالت سوختگی به خودش میگیره. حالا من دوباره کره رو به این موادم اضافه میکنم و دقت کنید که از طرف شیارها
اینها رو اضافه میکنم تا ذوب بشه و طرف دیگه خاگینه هم در واقع سرخ بشه. خب الان میریم سراغ شیرمون. دقت کنید که دیگه الان به اون حدی که ما میخواستیم رسیده و غلظتش کاملا مناسبه. من اینو خاموشش میکنم و میرم سراغ خاگینمون. خاگینه الان داره سرخ میشه و دقت کنید که من آروم آروم و مرحله به مرحله کره اضافه میکنم و کره را هم حتما از اون شیارها و شکافایی که بین خاگینه ها هستش سعی میکنم اضافه بکنم. شما اگه روغن مایع استفاده میکنید باید سعی کنید قاشق قاشق همینطور خاگینه ها رو از هم دیگه جدا کنید و اونجاها تقریبا تو اون شکافا بریزید که خوب سرخ بشه و این در واقع روغن به همه قسمت های خاگینه به طور یکسان برسه تا باعث بشه که همه جا به صورت یک نواخت سرخ بشن. چون اگه این کارو نکنید یک قسمت‌هایش میسوزه، یک قسمت‌هایش شاید خوب سرخ نشه. پس این کار خیلی مهمه. الان که این کره دیگه یک مقدار هم ذوب بشه تقریبا میشه گفت که خاگینه هامون آماده شده. بله آماده است و من اینو توی ظرف دلقاه، ترجیحاً یه ظرف گرد باشه، مناسبه برای این خاگینه. من توش میچینم. واقعا رنگش بسیار عالی شده، خیلی خوب سرخ شده توی کره و یه رنگ خیلی منحصر به فردی داره و خیلی جالب در اومده. و من بعد از اینکه اینو در واقع داخل ظرفم گذاشتم، من الان وقتشه که دیگه در واقع شهدمو به این خاگینه ها اضافه کنم. شهدمو میبینید دیگه شیره خاگینه خیلی خیلی خوب غلیظ شده، در همین حد غلظت در همین حد مناسبه. حالا خواستین غلیظ‌تر بشه میتونید بیشتر بجوشینش، در همین حالت و همین حد خوبه. من میخوام یه مقدار حالت گرگاب داشته باشه تا خوب شیره رو به خودش بگیره و هی مرتب شیره رو باز روش میریزم تا کاملا به خودش بگیره و حدودا 1 ساعت شاید الی 2 ساعت نیاز باشه که خاگینه ها کاملا با این شیره در واقع شیرین بشن و کاملا شهد رو به خودشون جذب بکنن. خب میتونیم خاگینه رو به همین صورت سروش بکنیم، رنگش خیلی عالیه. و یا اینکه میتونید تزیینش بکنید با دارچین. من یک مقدار در واقع روش میریزم، طعمش فوق‌العاده عالی میشه. دارچین ترکیبش با در واقع خاگینمون بسیار بسیار خوشمزه میکنه. و بعدش که حالا یه ترکیب یک نواختی داریم الان و میتونیم گردو رو هم بهش اضافه کنیم. پودر گردو داشتیم که میتونه این ترکیب رو بسیار زیباتر هم بکنه. شما دقت داشته باشین میتونید علاوه بر دارچین و گردو از مغز پسته هم استفاده کنین، حتی از گل سرخ میتونید برای این ترکیب استفاده کنید، فوق‌العاده زیبا میشه. حالا من ترجیح دادم از دارچین و گردو برای این ترکیبم استفاده کنم. بسیار زیبا و جذاب شده. دوستان عزیزم من این خاگینه بسیار خوشمزه رو تقدیم شما میکنم. امیدوارم که از این برنامه حسابی لذت برده باشین. نوش جونتون باشه. حتما درست کنین و همراه خانوادتون سروش کنید. دوستای عزیزم اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت بکنید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.